بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان نهایت عزیز و گرامی، همه شما را در این نشست خیر مقدم میگویم. از الله حق سبحانه و تعالی خواهان آن میشیم که این نشست را مبارک و وسیله برای انجام کار خیر گرداند. دوستان عزیز، در این نشست درباره تربیت و معنای آن، در دینمان تربیت از کی آغاز می شود، درباره اهمیت تربیت و نمودهای آن همراه صحبت خواهیم کرد. تربیت یعنی پرورش کردن، تربیت یعنی نشأ و نما دادن است. شما نگاه کنید، تربیت انسان خیلی و خیلی به پرورش کردن یک نهال مانند است. وقتی یک نهال میکاریم باید آن را خوب نگاه بین کنیم. در وقت معین به آن به چینک معین آب داده شود و همچنان بعضی چیزهایی که برای پرورش این نهال مهم است در وقتهای معین به آن داده شود تا از آن ما حاصل خوب گیریم. حتی بعد به حاصل در آمدن این نهال نیاز به نگاهبین و نیاز به پرورش دارد. تربیت انسان خیلی گفتیم مانند به همین است. تربیت کودک مثلا همین خیلی است که باید به کارهای وی اهمیت دهیم، باید در تربیت فکری، عقلی و روحی آن به دقت اهمیت دهیم تا یک کودکی که به جامعه فایده دارد به وای رسد. همچنان تربیت کردن نفس خود هم همین خیلی است که انسان باید معیارهای معین را در شرایط معین کار فرماید تا نشأ و نما یابد و پرورش یابد. دوستان عزیز، تربیت در دین اسلام از کی آغاز می شود؟ آیا از رحم مادر یا از کودکی یا از کدام سن سالی معین؟ جواب به این سوال این است که در دین مبین اسلام تربیت پیش از خانه‌دار شوی مرد و زن آغاز می شود. این به این معنا هست که پیش از تربیت باید که شرایط آن مهیا کرده شود. در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم به نوجوانان که میخواهند خانه‌دار شوند نصیحت کرده، گفتند که شما با دختری دیندار خانه‌دار شوید برکت مییابید. برکت در حیات و فرزند نیک نیز یکی از برکه های این حیات به حساب می رود. همچنین برای پدر و مادری نوجوان دختران پیامبر وصیت کرده، گفتند که وقتی برای دختر شما خواستگار بیاید و آن صاحب دین و اخلاق خوب باشد، شما دختر خود را با وی خانه‌دار کنید. وقتی از این نقطه ما نگاه میکنیم، در دین مبین ما تربیت پیش از خانه‌دار شوی مرد و زن، دختر و بچه آغاز می شود و این شرایط پیش از به دنیا آمدن کودک مهیا کرده می شود. شاید همه شما در یاد دارید که در نزد ابوعلی ابن سینا نوزادی را می آورند که تربیت کند. ابن سینا میپرسد، میگوید این چند وقته است؟ میگویند این 6 ماه است. اینجا ابن سینا میگوید که شما دیر کردید، چون خیلی پیشتر قید کردیم تربیت در اسلام پیش از به دنیا آمدن کودک با مهیا کردن شرایط آغاز می شود. اهمیت تربیت، دوستان عزیز، یکی از مهمترین وظیفه تمام پیامبران گذشته علیهم السلام این تربیت نسل بود.
ما شاهد هستیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چه خیل یاران با وفای خود را تربیه کردند، چه خیل آنها را همه جهت تربیه کردند که آنها نمونه برای تمام بشریت بودند و آنها این تربیه را گرفتند، به نسل آینده رساندند. شاگرد از استاد گرفت، نسل از نسل گرفت و همین تربیه تا عصر ما آمده رسید و این تربیه اسلامی تا روز قیامت همین خیل ادامه خواهد یافت. دوستان عزیز، نقطه دیگر تربیه چند نوع است. نمودهای تربیه خیلی و خیلی زیاد است. از مهمترین آنها تربیه روحی، تربیه ایمانی، تربیه فکری، تربیه جسمانی که همه ما آن را می‌دانیم و تربیه اخلاقی است. در نشست‌های آینده ما درباره تربیه اخلاقی همراه شما صحبت خواهیم کرد. یا خود چخیل ما خود را با اخلاق تربیه میکنیم، چخیل با اخلاق خود را پرورش میکنیم و با اخلاق چخیل بالا میرویم. اینجا دقت باید فراموش نکرد که اخلاق در دین مبین اسلام عبادت است. بله، چخیل نماز خواندن عبادت است، روزه گرفتن عبادت است، همین خیل صاحب اخلاق بودن نیز در دین ما عبادت است. راست گفتن عبادت است، دروغ نگفتن عبادت است، به یک کس کاری خیر کردن عبادت است، به یک کس ضرر نرساندن نیز عبادت است. پیامبر بزرگوار در حدیث برای ما فرمودند که انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، من فرستاده شدم تا اخلاقهای حمیده را پره کنم. وقتی پیامبر آمدند بعضی اخلاقها در همون جامعه وجود داشت، حتی در تمام دنیا بعضی اخلاقهای نیک وجود داشت و پیامبر آمدند تمام اخلاق نیک را برای مردم معرفی کردند و پیش از همه خودشان را با آن اخلاق زینت داده بودند و برای دیگرها چه خیل با اخلاق شدن را آموزاندند. وقتی تعلیم و تربیه نادرست باشد، اول خود انسان از آن ضرر می‌بیند و ضرر این انسان به اطرافیانش میرسد. بنابر همین اسلام همیشه ترغیب میکند که ما صاحب تربیه درست باشیم و خود را همیشه با اخلاق حمیده زینت دهیم. چگونه خوب گفته است شاعر: علم اگر در دل بود یار بود، علم اگر در سر بود مار بود. تا بازدید، در امان الله مهربان باشید.